اگه آقایی بگه من چجوری برای همسرم گوینده مثبت باشم، من بهش میگم به این روایت پیغمبر خدا عمل کن. پیامبر خدا فرمود به همسرت بگو انی احبک، I love you، دوست دارم. هیچ موقع از ذهن زن بیرون نمیره. آقای عزیز جلو بچه ها به همسرت بگو عشقم، نفسم، جیگرم، فدات بشم. آقا ما مردیم، سیبیلامون بر میخوره، به غرورمون بر میخوره که بخوایم این حرفا رو بزنیم. اگر میخوای ضرر کنی از این حرفا نگو، اما اگر میخوای نفعش و سودش رو ببینی این کاری که میگم رو انجام بده. پیامبر خدا فرمود حق الولد علی والده اذا کان ذکرا ای یستفرح امه، حق پسر بر پدرش اینه که به مادرش احترام بذاره، مادرش رو تکریم کنه در حضورش. فرمود اذا کانت انثی ای یستفرح امها، حق دختر بر پدرش هم اینه که به مادرش محبت کنه و احترام کنه. اینجا فرحه با هی جیمی نیست به معنای شادی، بلکه با هی آخر چسبانه، به معنای یک چیزی فراتر از شادی. هم خوشحالش کنه، هم احترام بذاره بهش، تکریمش کنه و هم بهش محبت کنه. چقدر روایات ما دقیقه، چقدر قشنگه. یا آقایی میگفت که من یک ضرب المثل انگلیسی دیده بودم که مرد باید به همسرش یعنی مادر فرزندانش محبت کنه. بعد این روایت رو که دیدم فهمیدم که چقدر این روایت دقیق‌تر و قشنگتر اون مطلب رو خیلی قبل‌ترها بیان کرده و این روانشناسی اسلامی رو میرسونه، این قوت مبانی اسلامی رو بیان میکنه. آمریکایی‌ها میگن اگر مردی جلو بچه‌هاش به همسرش محبت کنه، چون بچه ها ذاتاً به مادر گرایش دارن، از باباشون خوششون میاد، میگن عجب مرد خوبیه. پس یاد بگیریم این محبت به همسر رو جلو فرزندان. اما متاسفانه بعضی از آقایون نمیتونن درست با همسرشون صحبت کنن، یعنی بلد نیست که حرف خوب بهش بزنه یا خوب صداش بزنه. حتی بیرون از خونه، تو خونه که بماند، بیرون از خونه هم نمیدونه چی جوری صداش کنه. یه بنده خدا میگفت من رفته بودم فروشگاه، چند تا وسیله گرفتم اومدم که حساب کنم، یک آقای جلوتر از من وایستاده بود، دستش هم اون وسایلی بود که خریده بود. فروشنده گفت که آقا وسایل رو بده که من حساب کنم. گفت چند تا تیکه هم دست خانمم الان میاره. گفت خب صداش کن، مردم منتظرن تو صفن. خانمش یکم با فاصله وایستاده بود، مونده بود که چی بهش بگه. بنده خدا هرچی دست و پا میزد که خانمش متعجب بشه نفهمید، بعد سود میزد خانمش نفهمید. از آخر بهش گفت قاسم. خانمش برگشت اومد وسایلا رو داد و حساب کردم. من گفتم بهش که ببخشید اسم خانم شما قاسمه؟ ناراحت شد، برگشت گفت بی ادب، آدم که اسم زنشو نمیگه بعد اسم بچه‌شو بگه. یعنی بلد نیست صدا بزنه همسرش رو. یه مورد دیگه براتون بگم، یه آقای اسم همسرش گذاشته بود منزل. یه روز رفت خونه، دید منزل خونه نیست. به دخترش گفت منزل کجاست؟ دخترش گفت منزل رفته خونه همسایه. رفت زنگ همسایه رو زد، گفت ببخشید منزل ما اینجاست؟ همسایه‌شون گفت نه آقا، منزل شما 2 خونه اونورتره. منزل چیه؟ یاد بگیریم همدیگر رو قشنگ صدا بزنیم. مخصوصا یک مرد باید همسرش رو زیبا صدا بزنه، چون خانم با شنیدن لذت میبره. آقا اگر نمیتونی خوب صحبت کنی اشکال نداره، بنویس. مخصوصا تو دعواها برای همسرت نامه بنویس با خودکار آبی. قرآن میفرماید نون و القلم و ما یسطرون. این نوشتنم خیلی مهمه. با همسر دعوات شده، صبح که بلند شدی میخوای بری سر کار، اول یه نامه بنویس. همسر عزیزم ببخشید دیروز خسته بودم، حال خوبی نداشتم، کارم زیاده، داد زدم سرت، ببخشید منو درک کن. نامه رو بنویس، بذار جلو آینه، برو سر کار. خانمت بیدار میشه، نامه رو بر میداره، 300 بار میخونه، آروم نمیشه، میذاره رو چشماش، آروم نمیشه، میبوسه، آروم نمیشه، میذاره رو قلبش، آروم نمیشه. از آخر وصیت میکنه نامه رو باهاش دفن کنن، بذارن داخل کفنش، از بس که حس خوب میگیره با این نامه. یکی دیگه از کارهایی که باز خیلی قشنگه و حس خوب به خانم منتقل میکنه، پیامک عاشقانه است. چقدر قشنگه یک مرد وقتی سر کار هست گوشی موبایلش رو برداره، یه پیامک کوتاه عاشقانه به همسرش بفرسته. مثلا بنویسه همسر عزیزم دوست دارم، همینقدر. وقتی خانم تو خونه نشسته اون پیامک رو از طرف همسرش دریافت میکنه، فوق العاده انرژی میگیره، لذت وصف ناپذیر رو دریافت میکنه. پس چرا یک مرد این کار رو انجام نده؟
دانشکده روانشناسی دانشگاه هاروارد میگه یک پیامک عاشقانه که شوهر برای همسرش میفرسته 8 ماه در ذهن زن باقی میمونه، ولی زن که پیامک عاشقانه برای شوهرش میفرسته مرد بعد از 10 دقیقه فراموش میکنه. پس یک زن میتونه با پیامک زندگی کنه. به خاطر همینه که بعضی از بزرگان توصیه میکنن که به همسرتون پیامک های عاشقانه بفرستید. یا آقایی برای همسرش پیامک داده بود: همسر عزیزم، عاشقتم، دوست دارم. خانم این پیامک رو دریافت کرده بود، داشت اشک میریخت، هی میخوندش، هی لذت میبرد، هی میخوند، هی گریه میکرد، گریه شوق، اشک شوق، هی اینو میکشید بالا ببینه ادامه نداره، میدید ادامه نداره، میذاش رو قلبش، کیف میکرد با این پیامک، از بس که دریافت نکرده از این پیامک ها. پس مرد با سیاست هیچ موقع همسرش رو نمیذاره که داغ این حرفا، این پیامک ها تو دلش بمونه و حسرتش رو بخوره و اگر خدای نکرده جای دیگه دید زندگیشو بخواد مقایسه کنه. حالا جالبه همون پیامک رو خانم برای شوهرش میفرسته، مرد اصلا هیچ احساسی پیدا نمیکنه. اول که باز نمیکنه اصلا بخونه، بعد که میخونه یه پوزخندی میزنه که جالب بود، بعدم سریع دیلیتش میکنه، میگه گوشیم حافظه نداره، دوستان میخوان جوک بفرستن بخونیم، حافظه نداره گوشیم. یعنی اصلا این دریافت پیامک عاشقانه برای مرد لذت خاصی نداره. پس خانم اگر پیامک عاشقانه برای همسرت فرستادی و دریافت نکردی چیزی از طرف اون، ناراحت نشو. این روحیه یه مردای جوریه. شما مردتو بشناس و با توجه به روحیاتی که اون داره باهاش رفتار کن.